کوشانی ناحیه کوشانیان تقدیم می‌گردد. مبارک باشد. خطلان فیروزه شریفی همزمان معاون فدراسیون فوتبال ولایت خطلان اسرائیل شریفوف. باید قید نماییم که دسته کوشانی ناحیه کوشانیان توانست تا دوره فینالی رقیبان خود دسته ارلی ناحیه عبدالرحمن جامی، دوستی ناحیه جیهون و سرخابی ناحیه تیمور ملک را مغلوب نموده به دور فینالی راه یابد و امروز در دور فینالی برای ما یک بازی جالب و دیدنی را منظور نمودند و صاحب جام و مدال های طلایی جام ولایت خطلان در سال 2022 گردیدند. یک کفکوبی به خاطر هنری والای بازیگران. دوستانی عزیز، هیئتی دسته نوری دهاتی ناحیه 5 را به صحنه دعوت میکنیم توانستند